شونه رو با متر حالت ایستاده اندازه میگیریم. هنوز روی همگرد به این الگو اضافه نشده. اگر روی همگرد داریم اون رو باید کم کنیم. پس ببینید از خط مرکزی شروع میکنه به اندازه گرفتن تا سرشانه و دوباره این عدد رو میذارم قسمت پشت و اندازه میگیرم تا این قسمت. برای من میشه 21. پس عددی که به دست آوردم شد 21. حالا میام روی الگو دو تا خط مبرهم سمت راست الگو من میکشم. پس کشیدن از سمت راست شروع میشه. 2 تا خط مبرهم میکشم. بعد از این نقطه به اندازه‌ای که میخوام پایه یقه من باشه، پایه یقه رو من میخوام 3 بگیرم. پس 3 سانتی متر علامت میزنم. بعد دوباره یک 2 سانتی علامت میزنم یا 2.5 تا 2 سانت. بعد اگر شما پایه یقه رو 3 میگیریم، برگرد یقه رو 4 سانتی متر بگیریم. پس من برگرد یقه رو 4 سانتی متر میگیرم. پس این میتونه 3 تا 4 باشه، اینم میتونه 4 تا 6 باشه. پس اینو چون اینو 3 گرفتم اینو 4 میگیرم. بعد میام 1/2 دور یقه رو که اندازه گرفته بودم 21 به دست اومد اینجا علامت میزنم. پس این خط من میشه این. از این قسمت 1 سانتی متر بالا میام. پس ببینید شد 1/2 دور یقه، 1/2 دور یقه پشت و جلو. خب از این قسمت هم پس من 1 سانتی متر بالا رفتم. حالا خطکشمو برمی‌دارم روی 1 سانتی که بالا رفتم میذارم تا تقریبا 1/3 این خط به این وصل میشه. بعد روی این علامتی که زدم گونیامو میذارم روی این خط و به طرف بالا با نقطه چین میکشم. پس به طرف بالا با نقطه چین کشیده میشه. پس باید حتما این خط گونیا بشه. از این خط مقدار دکمه خور، ببینید از این 1 سانت مقدار دکمه خور. حالا اگر 1.5 گذاشتیم 1.5، اگر 2 هم گذاشتیم 2. پس 1.5 تا 2 سانتی متر من از این خط میام بیرون، یه علامت میزنم. اینم باز گونیا میشه. ببینید این شکل. پس یه زل گونیا روی این، یک زلش هم اینجا. بعد میام این قسمت پایه یقه رو 3 اندازه گرفته بودم. پس من روی این خط 3 سانت 3 سانت موازی با خطی که کشیدم شروع به علامت میزنم. پس 3 سانت 3 سانت علامت میزنم و اینها رو به هم وصلش میکنم. پس ببینید این خط با این خط باید موازی باشه. اینها رو به هم وصل میکنم. حالا خطکش رو برمیدارم از 2.5 که علامت زدن به این با یک وصل کنید یا با دست با انحنا وصل کنید. پس با انحنا با دستم میتونیم وصل کنیم. انحنایی که به طرف بالا باشه. آخر من اینجا 4 سانتی متر نظر گرفتم. پس این 4 سانتی متر هم باز میتونم با نقطه چین ادامه بدم. اینها رو با نقطه چین ادامه بدیم. بعد از این خط تقریبا نیم سانتی متر داخل شده. این قسمت رو با دست انحنا میدیم. یا میتونه همینجور تیزن باشه. بعضی انحنا میدن، بعضی هم. بعد برگرده بالای یقه بستگی به خودتون داره که بخواین چجوری طراحی کنید. میتونید پهن باشه، میتونه باریک باشه. پس 6 تا 10 سانتی متر شما این قسمت رو میتونید بکشید. از این قسمت هم که نیم سانت اومدیم داخل، اینها رو به هم وصل میکنیم. پس بستگی داره بخوایم پهن باشه یا باریک باشه. بخواد کوچیک باشه این خط، بخواد پهن‌تر باشه میتونین روی این خط‌های قرمز هم باز این رو چیکار کنین؟ طراحی کنین. پس این دیگه بستگی به طراحی خودتون داره. این قسمت دیگه دوریز کاره، باید چیده بشه تا پایه به صورت جدا دوخته بشه. از این خط هم که هنگام دوخت بعد اینا به هم وصل بشن. پس این سیبیه روی دولای بسته
این قسمت هم با سیری و روی دولای بسته پارچه ما قرار میگیره. بعد اینها رو میچینیم. ببینید پس این قسمت دوریز کار من. باز همین این قسمتی هم که 1 سانت بالا آمدیم اینم دوریز کار میشه. این پایه یقه ما این هم که قسمت برگرد یقه میشه. بعد به این شکل اینو بعداً به این قسمت به هم وصل میشه. اگر بخواین دکمه رو روی این مشخص کنین، از این خطی که گونیا کردیم روی این خط به اندازه 1 کنیم یه جا دکمه زده میشه و این جا دکمه باید موازی با این خط پایینی دوخته بشه. لای چسب رو دولا میکنیم به این شکل. بعد الگو رو روی دولای بسته قرار میدیم. سنجاق میزنیم بدون هیچ جادرزی دور لای چسب چیده میشه و چسبونده میشه روی پارچه اصلی. الگو رو از روی لای چسب برداشتیم. از طرفی که براقه روی پارچه دولا میچسبونیم. ببینید من الان 2 تا پارچه گذاشتم، یکی به عنوان زری و یکی به عنوان روی. این رو با اتو ثابت میکنم و دور این رو شروع به دوخت میکنم. این هم همینجور ببینید بدون جادرز من این رو گذاشتم. پس از طرفی که براقه با اتو ثابت میکنم روی یک پارچه‌ای که الان دولا. پس با اتو ثابت میشه و شروع به دوخت میکنم. بعد از اونی که لای چسب چسبوندیم دور کار رو میدوزیم. ببینید باید 1 میل حتما لای چسب دوخته بشه. بعد تمام دورش که دوخته شد باید بریش این شکلی بخوره. بعد از اونی که بریستیدین چک کنید از اینجایی که جادرز گذاشتیم 1 سانت اضافه جادرزاتون رو بچینید. بعد برای قسمت پایینش لای چسب رو که چسبوندیم میایم این تکه رو برمیگردونیم روی لای چسب. پس این تکه حتما برمیگرده روی لای چسب. بعد این رو برعکس میکنیم، اتو میکنیم و چرخکاریش رو انجام میدیم. وصل میکنیم به قسمت پایین. بعد وصل میشه به قسمت تکه پایین. خب چرخکاری رو انجام دادیم. یک منزل 1 پای فاصله از لبه شروع به چرخ کردیم. به قسمتی که زاویه داره سوزن رو تو پارچه نگه داشتیم. پایه رو تغییر جهت دادیم و چرخکاری تموم شد. بعد از اونی که چرخکاری تموم شد یقه رو دولا میکنیم. وسط کار رو یه چرت میزنیم یا با مداد یه علامت میزنیم. بعد که وسط مشخص شد قسمت پایینم باید حتما جادرزای 1 سانت باشه، مثل هم باشن. قسمت پایینم وسطش مشخص میشه. بعد میایم طرفی که لای چسب داره، ببینید این طرف لای چسب داره، پس اینو میچرخونیم، این رو اینجوری روی این قرار میدیم. بین این دو تا باید قرار بگیره. به این شکل. این رو به این سنجاق بزنیم. بعد دیگه اینها همراه با هم چرخ میشه. پس این وسط این و این هم نباید بیرون بزن. حواستون به قسمت ها باشه که اینها چون جادرزاشون مثل همه باید دقیق روی هم قرار بگیره. بعد از این قسمت هم باز چک کنید. پس ببینید چک کنید این قسمت ها دقیق روی هم قرار بگیره. بعد از اونی که مطمئن شدیم که اینها درست هم قرار گرفته از اینجا شروع به چرخ میکنیم تا این قسمت. کار رو سنجاق زدیم.
بعد مطمئن شدیم که دو طرف عین همه، زیر چرخ گذاشتیم، چرخ کردیم. ببینید از این گوشه چرخ میره، محکم کاری میکنیم، دور تا دورش چرخ میره. بعد دیگه اتوش میکنیم. از این قسمت یقه، از این قسمتی که برگرد بالایی گذاشتیم محکم کاری میکنیم، شروع به چرخ کاری میکنیم تا این قسمت و محکم کاری میشه. این کار باعث میشه که یقه بهتر برگردمون به پشت بخوابه. بعد یقه رو دولا میکنیم، وسط یقه رو مشخص میکنیم. وسط یقه رو با مداد یا چرت میزنیم یا با مداد مشخص میکنیم. باز لباس هم که آماده شده تقریبا دولا میکنیم، خط دکمه خود رو هم میذاریم، دولا میکنیم، وسط لباسمون هم باز مشخص میکنیم، یه چرت میزنیم. حالا یقه رو میذاریم این قسمت، ببینیم به این شکل. پس یقه اینجوری راست لباس روی راست یقه قرار میگیره. بعد از این قسمت لبه ها رو کنار هم قرار میدیم، سنجاق میزنیم. دقیق اینا باید کنار هم قرار بگیره، یا با یه نخ اینا رو بالت کوک زدن بپیچین که جابجا نشه. باز وسط قرار میدیم. این گوشه هم به همین شکل، ببینیم. خب حالا این باید دوخته بشه. زیر چرخ میتونیم بذاریم بدوزین، یکی دو تا سنجاق بینشون هم میتونیم بزنیم دیگه، هر جور خودتون راحتین. این رو شروع به دوخت میکنیم. حالا برای دوختش دیگه ما علامت رو داریم، روی این خطی که با مداد کشیدیم شروع میکنیم به دوختن. پس رو خطی که کشیده بودیم این قسمت چرخ میشه. بعد اینها رو به طرف بالا اتوشون میکنیم. حالا ببینید این گوشه ها رو به این شکل برمیگردونیم رو لبه این یه چرخ میریم و کار یقه ما تموم میشه. این قسمت هم باز به همین شکل، ببینید اینا رو تمیز با دست داخل بزنیم، سنجاق بزنیم و چرخ میریم. چرخ لبه این قسمت کار تموم شد. برای اتوی یقه باید تقریبا نیم تا 1 سانت از اینجا بالا بریم، به این خط وسط پشت میرسه دیگه به 0 برسه، یعنی تقریبا این حالتی اتو بشه که وقتی برمیگرده یقه به این شکله. این قسمت هم باز همینجور. پس نیم تا 1 سانت میگیریم، بعد که برمیگرده اینجا به 0 میرسه.